مرات آریپوف یکی از هنرپیشه‌های معروف تاجیکستان امروز 80 ساله شد و میگوید یکی از آرزوهایش اجرای نقش عمر خیام دانشمند و شاعر کلاسیک فارس است. مرات آریپوف که نقش رودکی را در فیلم تقدیر شاعر اجرا کرده است از هنرپیشه‌های محبوب است که در عهد شوروی در فیلم‌های زیادی با هنرپیشه‌های دیگری معروف نقش اجرا کرده و جایزه‌های زیادی هم به دست آورده است. مرات آریپوف چند ماه پیش برای اجرای نقش در فیلم معلم کارگردان ناصر سیدوف صاحب جایزه جشنواره فجر در ایران شد و از رنگیز نوروز شاه همکارم در دوشنبه با مرات آریپوف صحبت کوتاه انجام داد. استاد از مبارک باشد 80مین سالگردتان. استاد قبل از همه میخواستیم بفهمیم که اینجا بعد از آنکه شما در نقش معلم نقش آفریده در فیلم معلم ناصر بعد یک مدتی مثلا طولانی مشکل نبود برای شما دوباره نقش آفریدن؟ انا خودتون گفتید که من 22 سال اشتباه نکرده بودم همچون اکتور. من خودم هم میترسیدم راستی گفت، لیکن یک خاطر ما جمع کرده من توانستم که یکش این که همین چی کارگردان این فیلم ناصر جان بودن سیدوف، بسیار رژیسور عجایب. میدونید این خیلی رژیسوری کسبش میدانستگی و میشناختگی حالی نبود بگمانم در کینوستودیوی تاجیک فیلم. همین خیلی کار میکرد که من هوس میکردم، بعد هیچ وقت از گپش بیرون نبرآمدم. من همیشه همین چی که سفارش داده باشد اگر همون اجرا میکردم. خودتان بیشتر از همه آرزوی کدام نقش آفریدن می‌خواستید؟ من میخواستم همین اکنون 30 سال گذشت حاضر من میخواستم که جوان باشم و یک همین نقش عمر خیام یا همچون کارگردان یا همچون اکتور اجرا کنم. برای چی من اصلا خیام نشد چون که بسیار مرکب. حالا روی کدام فیلم یا روی کدام کار فعالیت حاضر نیست، هیچی نیست. من حاضر میخوام فقط همین یک تا نیم تا سیناریو نویسم و تیار کنم، بعد میبینیم.